زمانش گذشت مثلا سوالای جدی و خب حتی چنان سوالایی بود که من جواب دادن نتونم. آیا در جادی شعر و سخن با مقصد خود رسیدید یا نه؟ نه هیچ وقت. اگر آدمی که شعر جهان خوانده باشد بعد دوست شعره که خودش باید قانع نباشد. استاد توزاده میگفتن که شاعرای بزرگ شعر خوبشون در گور میگن، یعنی آرزوی شعر خوب به گور میبرن. یگان شاعری که از خودش قانع باشد و شاعر نیست. از اون شعری که تا 60-70 سال که عمر میبیند اگر از خودش راضی باشد و شاعر بزرگ نیست یا شاعر خوب هم نیست، بزرگش خیلی بلند رفتیم. اما هر یک شاعر از شعر گفتهش هیچ وقت قانع نیست و آرزو میکند که تا نفس آخرین شعر بهتر از گفتهش گوید. مثلا استاد توزاده آرزو داشتن که از جان شعران از هندوستان زیادتر شعر بهتر گویند، فرض کردیم. در دلشان بردن این آرزو را. و منم اگر معذرت میخوام که من گفتم بنده کمترینم از اون چیزی که گفتم تا هنوز راضی نیستم و بسیار شعرهایی که گفتم از اونا پشیمان هستم. حتی من حاضر دفتر شعرام ورق میزنم، کتابای چاپ شده من همش بسیارش خطی بطلان میزنم و در حاشیه‌اش مینویسم فچ به نمک مرده، چون که همون شعر در همون روز گفته شدگی همون روز مردگی. درباره پخته گفتگی، درباره نمیدونم قصیده میلیون یا وقتی که تاجیکستان میلیون تن پخته داد همونطور گفت. این شعر همون روز مردگی، همون روز که میلیون پخته سپردیم و پخته عدس ما رفت، شعر ما هم عدس ما رفت، مرد. که استاد خود میشوید در شعر؟ استاد ما اگر استاد واقعی میگید، استاد واقعی من استاد توزاده هستم و دوم استاد من استاد مومن قناعت است. استاد توزاده میخواندن خوب یا بد میگفتن، اما ریزکارهایی که در شعر هست مثلا یک هجا زیاد، یک هجا کم، عروض خراب، قافیه خراب، این کاره استاد مومن قناعت به من یاد داده. دست من در شاعر راست کردگی استاد مومن قناعت است. اما استادی واقعا معنوی ما در محیط ادبی سالهای 60 تا وفاتشان استاد توزاده بودن و بعد استاد باقر رحیم‌زاده بودن. این نسلی که ما هم نسل من که حاضر 60 ساله انشالله میشه همش مدیونی یا قرضداری خدمت‌های استاد توزاده رحیم‌زاده و مومن قناعت و عبید رجب و طالس و اینها هستن. این یک گروهی بودن که حتی به ناحیه ها میرفتن که یگان استعداد پیدا کنیم. استاد رحیم‌زاده ناحیه به ناحیه میرفتن که یگان بچه شوق ذوق شاعری داشتگی خودشون هم بودن که یک شراره داشته باشد، بس شراره و دیگه شب ما خودمون دست راست میکنیم و در جاده ادبیات وارد میکنیم. اینطور میگفتن. امروز این کارها مرد است، این کارها نیست دیگه. امروز برای از خود جوانها یا داوطلبان شاعری خودشون پول میآورند، کتاب چاپ میکنن و بعضش میبینم که حتی در داخل کتاب شعرشان صورت زنشان هم هست، صورت فرزندشان هم هست، عکس، یعنی که یادگار. البته یادگار چیز خوب است اما شعر نیست. اون وقت در محیط ادبی ما کتاب یکم محاکمه میشد، کتاب دوم، کتاب سوم، رمانهای اولوزاده، اکرامی، نمیدونم همه محاکمه میشد. صحبت‌های سخت هم میکردن، حتی یک شوخی هم میکردن که یک وقت یک نمایشنامه جلال اکرامی محاکمه میکنن. جلال اکرامی شوخی از واقعیت دارد ندارد نمیدونم. استاد جلال اکرامی خانشان میگن که زربک آش تیار کن به خانمشان. بعد که محاکمه میشد و نمایشنامه نمیگذرد، برای نمایش پیشنهاد نمیشد، تلفن میکنن میگن که خانم بریج نانداز، اینا صدقه آش هم دیگه. همین خیلی صحبت ها هم خیلی سخت میرفت. درباره آشخوری گپ نبود. محاکمه حقیقتا مردانه بود و خالصانه. درباره استاد ترسن‌زاده یادآور شدیم، میگن که اون کس شما رو به اعضای اتفاق نویسنده ها توصیه کردن. از روی شعر به مادرم بود. اون وقت قاعده بود که اگر یک نویسنده، یک شاعر جوان باید حداقل 2 کتاب چاپ کرده باشه.
من یوان کتاب چاپ نکردم. وقتی که شعری به مادرم خواندن استاد توساده، بعد گفتن که چرا ما همه قالب‌های نشکنیم، همین یک شعر بس است که مثلا با وظیفت بپذیریم. بنشین بر روی چشم من لایق نمیآید دیگر. اینا بسیارها هر خیلی شرح میتن. اینجا بازار صابر لایق به معنی سزاوار استفاده کرده، به معنی نام من نیست. نه در بین مردم دیگر برای چشم من سزاوار دیگر بغیر از من کسی دیگر نیست. اینش هم است. یک نکته دیگر است که شاید به یگان خانم گفته باشد که دیگر لایق با تو کار ندارد یا پیش من، این طرح ممکن گفته باشد. و شما در حق اون کس هم شعر گفته اید؟ شعر گفتم، اونم درباره من شعر گفته بود، منم درباره اون شعر گفتم. یعنی اخوانیه میگن در اصطلاحات شاعری، اخوانیه یعنی شعرهایی که برادرانه است. اونم گفته بود و منم در یک محفل شعر بازار از قره بالا تا همین اتحاد دلسنده آمدم، باید که محفل من افتتاح میکردم. البته یک دستاویزی در کار، یک غزل در راه به راه گفتم. آخرش همین بود که ما و تو در شاعری جان میدهیم، عاقبت در کنج دیوار سخن. زبان سخن جان ملت ما است. همین زبان بود، همین سخن بود که ما را در طول نمیدونم 5000 سال زنده نگاه داشت. دیگه همه چیز باید دیدیم در شعر بازار از زبان وطن، فقط زبان ماند. کشورهای سوریه، مصر، یک قسمی افریقا همش عربی زبان شدن. فقط تاجیکای ماورالنهر و ایران یعنی کلا مردم فارس زبان زبانش نگاه داشتن و خصوصا خدمت سامانه در همینجا است که اول قرآن به فارسی ترجمه کردن. بلعمی وزیر بزرگ اسماعیل سامانی قرآن به فارسی ترجمه کردن و فارسی نماز خواندن. و قتیبه ابن مسلم در مسجد جامع و بخارا نماینده گذاشت و گفت که به هر کدام بخاره 2 درم میته یا 3 درم که به عربی خورد. بخارا 2 درم میگرفتن و میدرامدن به فارسی نماز بخوندن. این هم مردانگی است. ما توسط مطبوعات دوری آگاه هستیم که یک مقاله از طرف دانشمند ایرانی علیرضا قزوه به چاپ رسید و نهایت یک جنبش کلانی را در ساحه نقد و ادبیات شناسی ما به وجود آورد و امروز اکثر من هواداران ادبیات بر این عقیده‌اند که جواب سزاوار به نقد علیرضا قزوه از جانب دانشمندان تاجیک هنوز گفته نشده است. بله. و چند مقاله که من هم خواندم اونها مرا قانع نکردند. شما در مورد نقد علیرضا قزوه چی میگویید؟ من اون کتاب خواندم، خورشیدهای گم شده. درست می؟ بله. خورشیدهای گم شده بود نامش. سرسخانش هم در اون کتاب هست. این روزنامه ادبیات سند سرسخانی اون کتاب که چاپ کرد. ما حتی با اشکر حکیم رئیس اتحاد نویسندگان یک مصلحت کردیم یک وقت که همین کتاب محاکمه شود در اتحادیه نویسندگان و ما جمع افکار ما بگوییم. من از نظر که میگه بعد از شعرهای تاجیک وزنش خراب راضی هستم، قافیه خراب راضی هستم، اما از نظر شناختن محیطی همه شعرها پیدا شدن. محیطی که مثلا فرزاده شعر گفتن، رحیم زاده شعر گفتن، بن شکر شعر گفت و حتی اجاش میگه که برای همون تخم آفتاب پرست پیچاندن هم شعر اینها به کار نمیرد. این بسیار تحقیر است. تحقیر و عنوان شعر تاجیک است. در خصوص زبان میگه که زبان یعنی بی پیرایه است. اینطور میگه زبان تاجیکی را یا شعر تاجیکی را در محیط خودش باید آموخت. یا میگه که شعر تاجیک شعر آهنگ‌های مذهبی ندارد. چرا
اون این بار رو به ما تحمیل میکنه، یعنی بار میکنه. محیط زندگی ما که 70 سال محیط کمونیستی بود واقعا. وقتی که استاد توضیح میگن که هر نفس، هر قطره خون، هر تار موی هم کمونیست، همطور بود. استاد همین خیلی احساس میکردن خودشون، همینطور بود. یا مرشکر یا باقر امزاده یا لاهوتی. کلمه شهادت رنجبری لاهوتی یادتون باشد، به جای کلمه شهادتی قرآن کلمه شهادت رنجبری. بابا محیط همطور بود. بنابراین شعر ما در همین محیط باید شناخت. اگر در محیط نمایوشی و ملک شعرا بهار و عشقی و عارف قزوینی و ایرج مرزا اینا بسنجید، واقعا تفرقه زیاد داره. بنابراین ما همین خیلی حال وسطیت داریم که بدون رنجش اون کتاب محاکمه شد. و واقعا شعرهایی که خزوه انتخاب کرده است بسیار شعرهای خراب هم هستند از شعر تاجیک. یعنی شعرهای خوب یک طرف مونده است و شعرهای خراب بسیار ضعیف انتخاب شدن. شاعر نباید به قانونیت های زمانی تابعیت داشته باشد و در صورتی که او تابعیت رو میپذیرد همون وقت همون مقابلیت کرده نمیتوند و شعری که در همه دوران معاصریت دارد گفته هم نمیتواند. و ما اگر مثلا دیدیم ما فقط در دایره یک محیط محدود اگر باشد به ادبیات، پس آینده ما چی میشود؟ سوال بسیار خوب. واقعا شاعر در یک زمان محدود نباید باشد و در یک قالب زمان یا قانونهای زمان محدود نباید باشد. اما شما میدونید که اگر در قانونهای زمان اطاعت نکنید نیست میکنند. همین ملک شعرا بهار در زندان در ستایش محمد رضا شاه پهلوی شعر گفت، حالا که خود محمد رضا شاه حبس کرده بود. بعد که از زندان آزاد شد گفتن که چرا تو درویی کردی؟ گفت که برای زنده مانم کارهای دیگه ما دوام کنم. میفهمید؟ کارهای دیگه ما دوام کنم. فردوسی در ستایش محمود از یک بیت دارد. خب مثل اولش از یادم رفت، به گهواره محمود گوید نخوست. چو کودک لب از شیر مادر بشوست، به گهواره محمود گوید نخوست. این فردوسی میگه در شاهنامه. یعنی محمود ستایش میکند به خاطر آنکه شاهنامه بپذیرد. بعد که نمیپذیرد میگه که چو اندر تبارش بزرگی نبود، نیارست نام بزرگان شنود. باید آزاد باشد شاعر، نویسنده، هنرمند باید آزاد باشد. این آزاد بوده نمیتواند. حتما یگان کاری کند که یگان کاری کردنش در کار که عقیده هاشه یا شعراشه یا رمانشه بگوید. وگرنه البته اثر بزرگ آفریده میشد و بیچاره مردک نان میخواهد، نان برای فرزندش نان میخواهد. غم اینو اگر باشد نشم است. مثلا 30 سال برای فردوسی محمد منصور نان و آب داد برای خانواده. 30 سال بکوشم نیازم نیارم به کس گفت. بعد شد خود محمد منصور کشتن. در آخر عمرش فردوسی خوار و زار شد. میدونید؟ بنابراین بعضا با زمان سازش کردن لازم میشد. البته به خاطر اون که اثر بزرگتونه هم چاپ کنید هم در زندگی تا همونه ببینید به چشم خود. بعد مردن بهترین میدونید خوشبختی هنرمند چی است؟ خصوصا شاعر نویسنده. هم کتابش یک بار هم بوی از نشریات که چاپ میشه هم بو کرده. بهترین خوشبختی همین است. یک کتابی نوی شما فریاد بی فریاد است چاپ شده است و این